بنا به پیشبینی هواشناسان از 3 ینور تا 1 فوریه سال 2022 در برخی مناطق تاجیکستان و عقبه‌های کوهستان خطر یخبندی بالا گرفته فرآمدن تمام پیش بینی کرده می شود. به این دلیل کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش از ساکنان خواسته است که از حد اکثر احتیاط کار بگیرند. از جمله از رانندگان خواسته شده است که خیلی با احتیاط و با دقت باشند و رانندگان کم تجربه در این روزها به سفر نبرویند. از رانندگان همچنین خواسته شده است که تا کجا به شرایط راه مطابق بودن رزینه چرخ‌های ماشین خود را تفتیش کنند و به هیچ وجه با رزینه‌های تابستانه به راه نبرویند. از آنها همچنین خواسته می شود که در راه صورت حرکت و فاصله بین واسطه‌های نقلیات را رعایت کنند و نسبت به پیاده‌گردان با دقت باشند. از پیاده‌گردان خواسته می شود که با احتیاط و بدون شتاب حرکت کنند، بالای یخ پای نگذارند و هنگام گذشتن از راه‌های یخ بسته همه کف پای را به زمین گذاشته قدم گذارند. از ساکنان خواسته شده است که در این روزها کفش‌های زمستانه زیرش دنداندان را بپوشند و از پوشیدن کفش‌های رزینی تگش انوار و لغزانک خودداری کنند. به مردم سالخورده توصیه داده می شود که با خود عصای مخصوص نوگش تیز بگیرند. هنگام افتیدن در روی یخ توصیه داده می شود که وقتی اگر حس کردید که می افتید در جای خود بشینید تا از ضرب افتش از جای بلند خود را حفظ کنید. اگر حادثه فوق‌العاده سر زد می توانید به تلفن نجات 112 و یا قسم نوبتداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده 93 800 28 19 223 13 11 مراجعت نمایید.